سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند سر حال باشه. شما رو دوباره خوش آمدید میگم با یک ویدیو دیگه. بیادرتون دیگه کلش خرابت پاشه بینو. صبر کن دیگه، صبر کن. چی گپ است؟ اینجا خانه خاله زکت خودم تو قلاچ کده انداختی. ای خانه تو هست دیگه. چطور هستن؟ حالا هردی تو میکشم. دی زدی صافی والا که بانم دا پایین میفهمی سالارا دیگه دمی چیز ده من این بود که من خواستم همین سالارا بگیرم میره بزنم. تو منو چرا زدی ها؟ برو با میبینم که نظر میبینم تو. اهلا و سهلا. میشه که منو نزنی؟ اگه منو زدی نه اونجا بیادر بس برو پشت سر برو اونجا پشت سر برو بیادر بس بیادر میکشه تو فهمیدی یا نه؟ تو اول برو پایین باز بیادرت میبینم. تفنگ که گفتم یادت هست؟ یادم از میبینم تا پایین بخیر. دوستای عزیز با نظر که بیادرش از صدای پاش دارم خواه ببینه که هیچ چی بکنه. کجاست یا صدای تو بکش. بیا پیش بیا. چرا پت میشی نوجوان؟ یک دفعه خود نشان بده. بیا نه کی هستی ببینم. میفهمی مکیستم؟ وعده دستم از چی؟ کی هستی تو؟ من ببینم. خودم هستم سلیم شاهین. فهمیدی؟ اما تو بزنم تا فهمیدم یک مرمی به خوابانم تردم. یک مرمی ها؟ سلیمی شاهین چی میکنه؟ دان جان چرا کار نکردی نه یک مرمی خورده بودی زنم تو را خودم چرا نگردی ایره بگو زور کاکاست که انگور بتاکاست. آفرین راست میگی. زور کاکا چی از ما بودم که زدمش از جگر شاقانو. خیر از کلو پیر تو میکنی دیگه شاقو ما میزنم فقط دست متوجه هست. بچه کمین بگیرین که صفی آمد. کمین فایده نداره. من یکی تام نمیمونم دیگه بالا فهمیدی؟ احساس چون به نظر من میگه یکی رفتار است. هوی ایسایکو کجا میری بخیر؟ لالا صفی ما را گفته کمین بگی. خیر استاد شو. اونا ما چرا فرار میکنی؟ حمله کو. اخ مامونی غلط کردم. چی کردی؟ رئیس صفی 448 هیچ دقیقش نباید. برو دا گپش گوش نکن رش. آفرین گپت خوشم آمد. استاد صفی یک مرمی. استاد صفی ای یک دقیقش نباید. ما مرمی. هکر هستیم. گو کنم دا گیمتان جمع که چی رقم مرداری صفی جون دینسم پریده بود. جان آله که خود دیگه سبانه میکنی ها؟ میفهمید دستم چی هست؟ وکتور میفهمید؟ تیر میکنم تیر میفهمی؟ حالا سعی کن چه رقم آله تو را میزنم. مکلت کار کنم. یک دفعه تو تو نمیشد باید. نه قبول ندارم. نه برو بخیر بری.